سلام به همه دوستانی که عاشق سفر با موتور هستن. به کانال ما خوش اومدید. اینجا قراره با ما هم سفر بشین تا آشناتون کنیم به سبک سفر با موتور. امروز قراره با هم به یه سفر یه روزه بریم. به جایی که طبیعتش بکر و هواش پر از حس آرامشه. قبل از راه افتادن اول اقامتگاهمون رو رزرو کردیم. حالا نوبت جمع کردن وسایل است. چون سفرمون یه روز است، من وسایل ضروری رو جمع میکنم. مثل کیسه خواب، جعبه آچار، ست ظروف، پیکنیک کوچیک، لباس گرم و لباس راحتی که البته لباس گرم بستگی به مقصدتون و فصلی که میرید داره. پاوربانک، لوازم شخصی، 1 یا 2 وعده غذا. خوشحال میشیم با ساب کردن کانالمون ما رو حمایت کنید و با لایک و کامنت هاتون بهمون انگیزه بدین تا سفرهای بیشتری رو براتون درست کنیم. سلام بچه ها، ما دیگه آماده شدیم. دیگه وسیله هامون رو جمع کردیم. حالا دیگه میخوایم حرکت کنیم. بریم پایین. سلام علیکم. سلام. خب خوبی؟ دیگه آماده کم بریم. باش. بس بزن بریم. ساعت 6 عصر راه افتادیم. خیابونا یکم شلوغ بود ولی ترافیک نداشتیم. تا مقصدمون حدوداً 2 ساعت باید رانندگی کرد، ولی ما به خاطر توقفی که میکنیم تقریباً 3 ساعته میرسیم. شهری که رفتیم جاهای دیدنی زیادی داره که ما قبلا همشون رو دیدیم، ولی جزو جاهاییه که دوست داری بارها به اونجا سفر کنیم. چند تا آبشار داره که ارزش دیدن رو داره، یه قله معروف زیبا داره، یه چشمه و یه روستای قشنگ هم داره که در ادامه بهتون معرفی میکنم. هوا کم کم تاریک شد و خیلی هم گرم بود. بعد از 1 ساعت و نیم رانندگی تصمیم گرفتیم یه جا توقف کنیم و یکم استراحت و دوباره حرکت. بچه ها، ما بعد از کلی راه بالاخره یه جا وایسادیم. من دیگه خیلی خسته شدم. این قدم هوا گرم بود که دهنمون خوش شد. گفتیم بریم یه جا وایسیم، یه چیزی بخوریم، دوباره به راهمون ادامه بدیم. چی خریدی؟ چی برامون خریدی مارکو؟ شیکاکاو خریدی؟ بعد از 1 ربع استراحت دوباره به راهمون ادامه دادیم. ساعت 8 بود و طبق تخمینی که کردیم ساعت 9 تا 9 و نیم میرسیدیم و قرار شد توقف نکنیم. منم هر وقت پام خسته میشه این روش رو به کار میبرم که از توقف‌های بیشتر جلوگیری بشه. هرچی جلوتر میرفتیم جاده خلوت‌تر و هوا سردتر میشد. خب وقتی جاده خلوت بود و تاریک ما هم نتونستیم یه جا وایسیم تا من لباس گرممو بپوشم. پس به راهمون ادامه دادیم تا رسیدیم به پلیس راه. چی شدی؟ دارم یخ میزنم. چرا؟ یعنی اصفهان هوا به اون گرمی داشتیم میپختیم، حالا اومدیم رسیدیم سمیرو، من دارم یخ میزنم از سرما. به خدا باورتون میشه تو مرداد هوا اینقدر یخ باشه؟ چرا آخه؟ من دارم یخ میزنم. حالا چرا دل لباس رو دارم میاری از سرما؟ بچه ها، من هودی با خودم آوردم، میخوام لباس بپوشم. این هم هودی. آره بکس ما فقط پر شده از لباس های زمستونه. همین اینا همه اساس چیه؟ به خدا بچه ها، با موتور که آدم میاد بیرون حتما باید با خودش لباس گرم داشته باشه، حتما وگرنه یخ میزنه. رسیدیم؟ به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به خانکوشک.
ما رسیدیم به اقامتگاه خان کوشک، معروف به بام سمیرو. بریم با هم توشو ببینیم. چون اینجا اتاقا دیگه شروع میشن. این اتاقاش میشه، حیاتش، اینم موتورمون، اینم این سمت حیاتش. خیلی جای قشنگیه، خیلی قشنگ درستش کردن. بریم با هم دور تا دورشو ببینیم. چون اینقدر اینجا هوا خنکه که من تو راه دیگه مجبور شدم لباس گرم بپوشم. اینم آقا بهزاد گل گلابمون. چهار تا اتاق داره، یکیش هم مستره، کاهگلی هم هست، سنتی درست شده. یه خوبی که داره امشب ما اومدیم اینجا هیچکی نیست، قشنگ اختصاصی، بریم کیف میکنیم. بچه ها یه چیز خیلی جالب اینجا که بام سمیرو ببینی، قشنگ شهر زیر پامونه از اینجا. ببینید اینم یه نمای کلی. خب ما وقتی رسیدیم اقامتگاه اول یه گشتی تو حیاط زدیم و کلی لذت بردیم. بعدش هم رفتیم لباسامون رو عوض کردیم، یکم استراحت کردیم و شاممون رو خوردیم. دوباره اومدیم تو حیاط، رفتیم یکم تاب بازی کردیم، تو محوطه قدم زدیم، کنار آبنمایی که درست کردن هم چند تا عکس گرفتیم. خلاصه که داشتیم کیف میکردیم که آخر شب مهمونای دیگه هم به اقامتگاه اضافه شدن. سلام، صبحتون بخیر. ما اومدیم صبحانمون رو بخوریم. بچه ها اینجا رو فقط نگاه کنید، ببینید چقدر قشنگه. اینجا طبقه بالا همون خونه‌ای که ما گرفتیم. سلام، صبحت بخیر. ظهر شده دیگه، واقعا انقدر اینجا هواش قشنگه که ما اصلا فقط دوست داشتیم بخوابیم. خب ما هم رفتیم صبحانمون رو خوردیم، با صاحبای اینجا دوست شدیم، خیلی آدمای خوبی بودن، واقعا که لذت بردیم، هم از خودشون هم از خونه قشنگشون. دیگه هم الان اومدیم تو اتاقمون لباسامون رو بپوشیم و سیلامون رو جمع کنیم و راه بیفتیم.
با ما همراه باشین تا بقیه مسیر. خب دیگه داریم وسیله‌مون رو جمع میکنیم دیگه، بریم بچینیم توی موتور رو حرکت کنیم به سوی یه جای قشنگ. قراره بریم چشم ناز سمی رو. وای بچه ها، این وسیله ها تو دست منه، میخوام ببرم بذارم تو باکس موتور. اینجا رو فقط نگاه کنید، قشنگه. بچه ها الان ساعت 12 ظهره ولی باورتون میشه اصلا گرم نیست. ببین چه باد قشنگی میاد، خنک. 12 ظهر مرداد، هوا به این خنکی. شبش هم که یخ زدیم بچه ها، حسابی ها. حالا بیایم بذاریم وسیله ها رو توی این باکس ها نگاه کنیم. یعنی من قرار بود وسیله جمع نکنم. ببینید چقدر وسیله جمع کردم، تازه تو دستم هم هست. بهزاد این باکس ها رو باز میکنی؟ اینا داره از دستم میفته. یعنی قرار بوده من زیاد وسیله جمع نکنم. آره بابا، یه روزه بوده. چیزی که ما نمیاره ما خودم. نه بچه ها نگاه کنید، اینه. بعد این لباس گرمیامونه. واقعا هم باید لباس گرمی ها رو می آوردیم با خودمون. خب یه لحظه بذارید من اینجا رو اینا رو بردارم ببینم این تو. خب یه دونه از این وسیله ها اینجاست، اینجا با شهرهای مختلف وسیله ها رو علاقه‌مند یا اشتهای مختلف. بچه ها عروس خانم آماده شده داره میاد. برعکس همیشه خانوما دیر میان، بر ما برعکس بهزاد همیشه دیر میاد. ببینیدش عزیزم. عروس خانم آماده شدی؟ قبل از خداحافظی با صاحب خانکوش یه گفتگویی کردیم و بعد راه افتادیم. درود دوستان گلم، دیشب از اصفهان که اومدم اقامتگاه یه موتور دیدم اینجا، خیلی باحال بود. شهرش خیلیش کردم. شب دوستمون با خانومشون خواب رفته بودن استراحت کنن، خواب بودن، صبح با هم آشنا شدیم. حالا بقیه موضوع رو براتون حالا اینجوری براتون بگم. آقا بهزاد فامیلشون پرنده تعمیر کار موتورن، بهترین هم تو اصفهان. این موتورم موتور کره‌ایه، ولی به خاطر اینکه بتونن باش سفر کنن و تجهیزاتشون رو بچینن سنگینه، تو رو اذیتشون نکنه، این موتور خودشون اومده چیده، آهن کشی کرده و بقیه ما. خب اول یه خاطر رو بگیم. یه خاطر رو داشتیم آقایان میان با سمت عربی بود. بله آزم رو اینجا خود را خودیم سمت عربا و عربا میمدن سمت ما گفتن که با چه موتوری اومدیم. تعظیم از قرآن گفتن با چه موتوری اومدیم. مثلا هم حجمش کمه هم موتوری نیست که قرار بشه با آزاده و موتور رو خرج رو میتونن سر باشن. ولی تو ذهنشون نیومد که مثلا ما یه موتوری که بخوایم توی ایران تجهیز کنیم ببریم واقعا باید روش خیلی زحمت بکشیم تا بتونیم باشه یه سفر بریم بدون آزاد. این یکی از ضعفایی که موتور ما داشته شاسیش بوده. شاسی از دمیده بریده شده اومده کامل تا پایینش، توش آهن کشی شده بخاطر اینکه شاسی ضعیف بوده
تحملی وزن نداشته که نشکنه، مشکلی پیدا نکنیم تو جاده. دو شاخه عقبش همین تقویت شده، کمک عقبش تقویت شده، تجهیزات که روش می‌بینیم مثلا مثل باد، آهنکشی عقب تمامش خودمون درست کردیم. احتیاج داشته برای سفری خطرش خودمون براش درست کردیم. چیز آماده‌ای نبوده که مثل بقیه کشور بتونیم بخریم. آماده نیستیم. خوبیشینه که ما تو ایران اینقدر استعداد داریم که اونا پول دارن بخرن ولی ما اونا رو نیستیم. مرسی. سلام مجدد. چون من دیروز که اومدم اینجا اینقدر ذوق کردم، عکس گرفتم، ویدیو گرفتم، اما خب حالا میخوایم یه صحبتی دیگه داشته باشیم باهاتون که ما این اقامتگاه خانکوش رو خیلی اتفاقی پیدا کردیم و واقعا هم شانس خیلی قشنگی داشتیم. اومدیم اینجا یه محوطه خیلی قشنگ، سنتی و از همه بهتر اینکه صاحبای خیلی خوش اخلاقی داشتن و واقعا کیف کردیم. مرسی. همینجور آقا بهزاد خیلی خوشحال شدم با آشنا شدم و اینکه واقعا جوانای ایران استعداد دارن و واقعا مستعدن و اینی که بهش گفتی درست گفتی، اینکه اونا پول دارن میخرن ولی ما میسازیمش. خیلی خوشحال شدم از آشنا. قربون شما. خدا. مرسی. خدا. دیگه وقت رفتن شد. باید با خانکوشک زیبا و صاحبای مهمون نوازشون خداحافظی می‌کردیم. ما که کلی کیف کردیم و لذت بردیم. شما هم اگر گذرتون به اینجا افتاد حتما بهشون سر بزنید. ما بعد از یک شب اقامت در سمیرم تصمیم گرفتیم بریم جاهای دیدنی اطراف سمیرم رو هم ببینیم که یکی از جاهای دیدنیش چشمه نازه که تقریبا 35 کیلومتری شهر سمیرم تو روستای ونکه. بالاخره بعد از 1 ساعت رانندگی به ورودی چشمه ناز رسیدیم. اینجا آقای نگهبان لطف کرد و از ما ورودی نگرفت. حالا بریم تا از جاهای دیدنی سمیرم براتون بگم. اولین آبشار سمیرمه که تو خود شهر سمیرم هستش. ارتفاع این آبشار 35 متره و به خاطر محیط کوهستانی که داره مخصوصا تو فصل بهار و تابستون گردشگرای زیادی رو جذب میکنه. آبشار بعدی آبشار آبملخ 60 کیلومتری سمیرم و توی روستایی به همین اسمه. علت این اسم هم اینه که تو ترکیبات آبشار آبملخ ماده‌ای وجود داره که باعث از بین رفتن ملخ‌های مهاجم اون منطقه میشه. علاوه بر این آبشارها چند کوه و قله معروف هم وجود داره که یکی از قله‌های معروفش قله قاشمستان یا بیژنه که ارتفاعش 4450 متره و بلندترین قله در رشته کوه دنا هست. خود رشته کوه دنا 49 تا قله داره، هر کدوم ارتفاعشون بالای 4000 متره. وجه تسمیه‌اش هم برمیگرده به افسانه معروف شاهنامه فردوسی و معنی قاشمستان از فرهنگ غنی عشایر ترک هستش و اینکه قاش یا قاچ به معنی شکاف یا انتهای قله است و میگن بز و کل در فصل جفتگیری به این شکاف میان، برای همین این اسم رو روش گذاشتن. یکی دیگه از جاهای دیدنی سمیرم روستای خفره که باید حداقل 1 روز برای دیدنش وقت بذارید. روستای خفر 80 کیلومتری سمیرمه و معروف به جهنم سفید به خاطر تنوع جاذبه‌های بکر و رونق محصولات کشاورزیشه. یه روستای ییلاقی که تو فصل بهار و تابستون مردمش زنبورداری و باغداری میکنن. مردم روستا هم فارس هستن. از جاهای دیدنی خفر یکی آبشار خفره و تنگ دنا آسا، غار یخی، غار کیخسرو هستش که اینجا هر سال تیم‌های کوهنوردی و طبیعتگردی زیادی رو جذب میکنه.
اسم این کوهی که میبینید دالان کوهه که ارتفاعش 3300 متره و تو دامنه های این کوه پر از گیاهای داروییه و همینطور میگن که خرس هم توی این منطقه وجود داره که نشونی از بکر بودنشه. دالان کوه چشمه های پرآبی هم تو خودش داره که آب معدنیش هم معروفه. ما وقتی به ورودی پارکینگ رسیدیم خیلی شلوغ بود، ولی هر طور بود یه جا پارک پیدا کردیم و رفتیم سمت چشمه. چون خیلی شلوغ بود و جای نشستن نبود، ما هم فقط تونستیم چند تا عکس بگیریم و برگردیم. سوار موتور شدیم و رفتیم همون اطراف زیر سایه درخت نشستیم. همونجا ناهارمون رو خوردیم و استراحت کردیم. بعد از 1-2 ساعت وسیله ها رو جمع کردیم و رفتیم تو جاده به سمت اصفهان. بهزادم داره تو این هوا با موتور سواریش کیف میکنه. ما عاشق این سایه هامونیم. شاید برای بعضیاتون چیز معمولی به نظر برسه، ولی برای ما خیلی دوست داشتنیه. ما با سایه هامون کلی سرگرم میشیم. یه جاهای ما از اونا جلو میزنیم، یه جاهای اونا از ما جلو میزنن. باور کنید همین چیزاست که موتور سواری رو خاص میکنه. اینا همون لحظه هایی که آدم دلش میخواد تا آخر عمر تو ذهنش بمونه. خب دوستان، اگر تا آخر ویدیو همراه ما بودین خوشحال میشیم. ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون به همون انگیزه بدین تا بتونیم براتون ویدیوهای بهتر و بیشتری بسازیم. تو کامنت ها به همون بگین دوست داریم مقصد بعدی کجا باشه.